مادر چه چشمایی، مادر چه گوشایی، چشم آبی. بیا 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 یه لحظه وایسا، یه لحظه وایسا، یه لحظه وایسا، یه لحظه وایسا. بیا بیا بیا. سلام دوستان، خسته نباشید، روزتون بخیر. میخواستم در مورد این حیوانات بیگناهی صحبت کنم که انسانهای بیخردی مثل صاحب این سگ این حیوانو میخره مثل اسباب بازی که بچهش 2-3 روز باش بازی کنه، یه چند روزی باش بازی کنه، نه بلده چیکار کنه، نه از عهدهش بره. بعد یه مدتی که بچهش خسته میشه مثل اسباب بازی‌های دیگه‌اش میخواد بندازش دور. اون پدر مادر بی‌کفایت هم اگه یک ذره انسانیت ندارن که اینو برن بدن به یک انسانی که این کاره باشه. ازش خسته میشن، خیلی راحت میندازنش بیرون. سگ به این با احساسی، انگار نه انگار که این سگ خیلی با احساسه. سگ به زودی صاحبش از خودش بیشتر دوست داره. نباید این کار. این سگا اصلا وقتی از صاحبشون جدا میشن انگار دنیا رو ازشون گرفتن. یه مدت خیلی زیاد غمگین و پژمرده میشن. این سگ داشته خیابون میرفت، من صداش کردم، وایساد، انگار که دنیا رو بهش دادن، انگار دنیا حرف داشت، دنیا قصه داشته. رفتم کنارش، ناراحت بود، خیلی ناراحتش شدم. وایسادم باهاش حرف زدم. همونجا یه صاحب خدا شکر که پیدا شد که گفت من این سگو میخوام. سگ با ارزش و زیبا و با احساسی. همه سگا، همه حیوانات زیبا و با احساس، همشون قشنگه، همشون دلای قشنگی دارن. این کارو نکنید با حیوانات. نمیتونی نخر نگه ندار.